بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله به داستانی دیگه از داستان صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدیم. شخصیتی که چه بسا اسم ایشون رو شنیده باشید اما دقیقا ندونید ایشون که بود و چه کرد، و امیدواریم که با هم دیگه این داستان رو بخونیم و بتونیم بهره مند بشیم از سیرت پاک و معطر این بانوی بزرگوار و این صحابیه ارجمند رضی الله تعالی عنها. ولی ایشون شخصی نیست جز خوله بنت حکیم. خوله ببینیم بنت حکیم کیه؟ نیا کنید، ایشون در واقع برخی مفسرین نقل کردن همون مرأت صالحه‌ای هست که در قرآن از ایشون ذکر شده. خوله بنت حکیم ابن امیه سلمی، همسر عثمان ابن مظعون. کنیه ایشون به نام ام شریک هست، ام شریک. همسر ایشون عثمان ابن مظعون از بزرگان مهاجران هست، از سروران مهاجران و از مهاجران رده اول هست و از اولیاء با تقوا و پرهیزگاری که به گمانم داستان ایشون رو ما خوندیم در همین سلسله مجموعه سیمای صحابه، چون دیگه داستان‌ها اینقدر زیاد شده که خود منم برخی رو فراموش میکنم. ایشون هم در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عثمان ابن مظعون از دنیا رفت و این برکت خیر نصیبش شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برایشون نماز جنازه بخونه و اولین کسی هست که عثمان بن مظعون در بقیع بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم دفن میشه. در هر صورت خوله بنت حکیم در همون نسل اولیه کسانی هست که در مکه مسلمان شدن و میشه گفت نسیم اسلام و روح اسلام و نور اسلام در زندگی ایشون جای گرفته و ایشون در همون لیست اولیه قهرمانان و مجاهدان و نسل برگزیده اسلام هست. و خوله از همون ابتدایی که اسلام رو شناخت، از همون ابتدایی که اسلام رو شناخت، لذت و شیرینی ایمان رو دریافت و نور حق در دلش، در وجود خودش رو جای داد و از همصحبتی و یاری رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهره مند شد. کنار جز یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و سعی میکرد تا هر وقت فرصتی براش پیش میاد به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خدمت بکنه. و خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم متوجه این حالات و رفتار ایشون بود. ابن عبدالبر نقل میکنه که کانت امرأة صالحة فاضلة، که خوله بنت حکیم زنی بود، صالحه بود، نیک بود و دارای برتری های ویژه بود. الحمیدی یا حمیدی رحمه الله نقل میکنه در مسند خودش از عمر ابن عبدالعزیز که میگه زعمت المرأة الصالحة خوله بنت حکیم امرأة عثمان ابن مظعون، که همین زن صالحه‌ای که در قرآن ذکر شده که خودش رو میتونه بخشید به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، گمان بر این هست که همین خوله بنت حکیم همسر عثمان ابن مظعون هست. و خب این شهادت های فراوان اسلام آورده در نسل اولیه اسلام، در دوران مکی، در سخت‌ترین دورانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تنها هست و موارد فراوانی که بالاخره از هم صحبتی یاری رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشون بهره مند شده. حالا ببینید این مورد خب فضیلت دیگری است که برای ایشون قرار گرفته و نشان میده که ایشون هم ستارگی از ستارگان درخشان آسمان هدایت هستند. یکی از نکات عجیب شگفت انگیزی که در زندگی خوله بنت حکیم وجود داره اینه که ایشون به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیلی توجه داشت و سعی میکرد به هر طریقی خوشحالی رو به قلب پیامبر بیاره، کاری کنه پیامبر دچار خوشحالی بشه، سرور بشه، غم و اندوه از زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دور بشه. خب ایشون هم میدید که پیامبر همسر دلسوزی داره، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، که خب ایشون در کنار پیامبر سبب آرامش پیامبر بود، تکیهگاه پیامبر بود و کاملا این رو حس میکرد. اما زمانی که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها از دنیا رفت، خوله دید که پیامبر صلی الله علیه و سلم دچار غم و اندوه هست، دچار نگرانی هست، دچار این که بالاخره یک خلایی در زندگیش پیش اومده و این رو خوله حس میکرد به عنوان شاگردی از شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به عنوان بانویی که بالاخره تشخیص میداد که یک همسر چه جایگاهی در خونه داره، اون هم ام المؤمنین خدیجه. بعد ایشون دیروز اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یا رسول الله، من میبینم که تو یک حالت غم و اندوهی داری و گویا که یک کمبودی هم در زندگی داری بعد از اینکه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رو از دست دادی و ایشون وفات کردن.
بعد به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت آره همین جوریه، ایشون هم مادر فرزندان من بود و هم بالاخره ارباب یا رئیس خونه من بود، امور زندگی منو میچرخون و بالاخره نکات دیگری که میشه از همین مفاهیم جمله فهمید. خول رضی الله عنه خب زنی بود که دارای بصیرت و آگاهی و شناخت خاصی بود و دید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میدید که خب بعد از دست دادن همسر خودش در چه وضعیتی هست. خوب نکته رو داشته باشید و خب پیامبر دچار یک حالت اندوه شده بود در واقع و این بود که گفت یا رسول الله میخوای من براتون برم خواستگاری کنم؟ ایشون گفت که شما زنها بهتر خب میفهمید که چه جوری و چه کسی مناسب هست و چه کسی رو میتونی مثلا خودت مد نظرت باشه. گفتش که آیا میخوای که من برم از زنانی که تا حال ازدواج نکردن، به اصطلاح ما دختران، برات خواستگاری کنم یا از زنان بیوه؟ گفت خودت بهتر میدونی، این تو هستی که تشخیص میدی در چه شرایطی برای من بهتر هست. تا ایشون میگه که خب من رفتم براش سوده بنت زمعه رو برای رسول خدا صلی الله علیه و آله خواستگاری کردم و همینچنین عایشه دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهم رو رفتم که من چیکار کردم براش خواستگاری کردم. و خب بد نیست که ما ببینیم چه جوری بود این خواستگاریشون. در منابعی که نقل میشه در روایات میگه که خوله وقتی که این فکر ازدواج رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد بالاخره سوده و عایشه داد، خب پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد ام المؤمنین عایشه خوابهایی رو در این مورد دیده بود. میگه که خوله اومد گفت رسول الله الا تزوج، نمیخوای ازدواج کنی؟ ایشون گفت با کی؟ گفت میخوای با دختر ازدواج کنی، میخوای با بیوه ازدواج بکنی، مشکل نیست. گفت خب دختر کیه به نظرت، بیوه کیه؟ گفت اما اگه میخوای دختر بگیری به نظر من عایشه دختر محبوب ترین شخص، نکن احب خلق الله الیک ابی بکر، محبوب ترین شخصی که بعد از خدا نزد تو است که ابوبکر است، دختر این رو بهت پیشنهاد میکنم. اما اگر بیوه میخوای سوده بنت زمعه که اون هم ایمان به تو آورده از پیروان تو است. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت خب برو باهاشون صحبت بکن. که ایشون میگه که خوله میگه من رفتم خونه ابوبکر، پیش همسر ابوبکر مادر ام المؤمنین عایشه ام رومان و باهاش صحبت کردم. گفتم ام رومان رسول خدا صلی الله علیه و آله تمایل داره به ازدواج با ام المؤمنین عایشه که بالاخره خیر و برکت نصیبتون شده. گفت بذار که ابوبکر بیاد. ابوبکر که اومد و ابوبکر صحبت کرد، گفت هر چه ابوبکر بگه. ابوبکر هم گفت خب من موافقم و خب این مقدمات خواستگاری ام المؤمنین عایشه فراهم شد که بعدها دیگه بعد بالاخره چند سالی گذشت که شرایط مساعد شد ازدواج اینها صورت گرفت. و بعد ایشون به همین صورت میگه که من رفتم که برای سوده بنت زمعه و بالاخره رفتم گفتم که رسول خدا صلی الله علیه و آله اومده و منو فرستاده خواستگاری شما رو بکنم. بعد گفتن خب ایشون گفت من بعد با پدرم صحبت بکنم. سوده بنت زمعه وقتی پدرش پیرمردی بود و مسنی بود و ایشون خب موافقت کرد با این ازدواج و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگید بیاد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفت و سوده بنت زمعه رو اینجا به ازدواج پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آوردن. این نگاه خوله بنت حکیم رو شما داشته باشید در اینکه کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چگونه است. ایشون با همسران پیامبر هم طبیعتا امهات المؤمنین رفت آمد داشت، پیش اونها میرفت. یک واقعی خیلی جالبی رخ داده که ایشون میرفت خب از همسران پیامبر آیات قرآن یاد میگیره. مواردی درس هایی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله همسرانش در خونه داشتن که خب باز به سایر بانوان مسلمان و دیگر مسلمانان آموزش میدادن. بعد ایشون اومد یه روز خونه هم امهات المؤمنین و گفتم با داستان چیه؟ تو رو زیاد سر حال نمیبینیم، چه وضعیه؟ گفت من چی بگم؟ همسر من عثمان ابن مظعون شبها رو دائما در حال عبادته، شبها رو دائما در حال عبادت، روزها رو هم روزه میگیره. یعنی اصلا حقی در واقع برای من قائل نمیشه و خب من آیا حقی ندارم؟ آیا من چیزی ندارم؟ اینا میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اومد و برای پیامبر تعریف کردن که بیایید که عثمان ابن مظعون همسر رسول خدا، عثمان ابن مظعون همسر خوله بنت حکیم معاذالله داره، ببخشید اشتباه که همسر خوله بنت حکیم اینجوری هست، روزها بالاخره در عبادت و شبها در روزه است و اینها و داستان چیه. بعد پیامبر گفت خب بابا این عثمان ابن مظعون بگیم بیاد. عثمان ابن مظعون اومد گفتش که آیا غیر از اینه که من باید الگوی تو باشم؟ خوب نکته رو داشته باشید، از این درس ها رو داشته باشید. آیا نیست که من عثمان بعد الگوی تو باشم؟ لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه. گفت بله پدر مادرم فداتون میشه رسول الله، شما الگوی ما هستید. گفت تو تمام روزها رو روزه میگیری و شبها رو قیام لیل داری نماز میخونی. بعد گفت یا رسول بله من این کارو میکنم. گفت این کارو نکن، ان لعینیک علیک حقا، چشمای به تو حقی داره، بعد بالاخره استراحت داشته باشه. و ان لجسدک حقا، این پیکر و جسد تو بالاخره غرایز تو هم حقی به تو دارن. و ان لاهلک حقا، همسر تو هم خانواده تو هم حقی نسبت به تو دارن. فصله،
بله گاهی نماز بخون و نم قسمتی اللیل رو بخواب و خب از زندگی هم بهره مند بشون. اینجوری نیست که بالاخره حقوق همسرتون نادیده بگیری و صوم یه روز روزه بگیر و افطر یه روز دیگه روزه رو بخور. و میگن بعد از اون نقل شده که میدیدن که خوله بنت حکیم کنار میومد دیدن همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم و خب ایشون هم دارای یک چنین حالات و روحیات خیلی خوبی بود و بالاخره دیگه خوشحال بود، دیگه میگه بله حق ما ادا میشه. بعد نیست داستانی رو در این مورد در عهد عمر رضی الله عنه براتون نقل بکنم، هرچند که ممکنه زمانی کمی طولانی بشه. میگن یه زنی اومد پیش عمر رضی الله عنه و بهش گفت یا امیرالمومنین، همسر من روزها روزه میگیره، شبها تا صبح عبادت میکنه و من از خدا میترسم که شکایت بکنم بهش، چرا که ایشون داره اطاعت خدا رو انجام میده. و عمر بهش گفت خب نعم از زوج و زوج، همسر خوبی داری تو. بعد میگه فجعلت تکرر هذا القول، دوباره همین داستان تعریف کرد. بله روزها روزه میگیره، شبها تا صبح این داره به قول معروف قیام اللیل میخونه، نماز میخونه. و عمرم گفت خب شوهر خوبی داری تو. کعب اسعدی اونجا بود، گفت یا امیرالمومنین، این زن داره از شوهرش شکایت میکنه که این باهاش بالاخره حق و حقوق همسری رو براش رعایت نمیکنه، بالاخره نه در شب نه در روز، بالاخره اون حقوقی که همسر داره. بعد عمر به اون کعب اسعدی گفت تو اینجوری از سخن این فهمیدی؟ گفت آره. گفت پس خودت هم بین اینها قضاوت کن. بعد کعب گفتش که برو به شوهرت بگو بیا. شوهرش رو گفتن اومد، گفت نگاه کن همسر تو از تو شکایت میکنه. کعب اسعدی گفت همسر تو شکایت میکنه که بالاخره تو داری این کارو میکنی از نظر روزه گرفتن و شبها رو قیام کردن و اشعار این داستان رو آوردند. و بالاخره کعب اونجا گفت نگاه کن آیات الهی قرآن نازل کرده که برای مردان کنزن رو حتی جایز شمرده. بعد تو چطوری میخوای خودت رو مثلا این گونه انجام بدی که بدونی که مثلا رعایت بکنی؟ تو مثلا میتونی بالاخره یک شب روزه بگیری، یه روز روزه بگیری، روز روزه نگیری، شب عبادت بکنی، عبادت نکنی، تقسیم بندی بکنی. و تو چطوری کسی میخواد که دائما اینجوری باشه حقوق همسران خودش رو رعایت بکنه؟ و خب بالاخره ایشون رو متوجه حق و حقوق خودش کرد. عمر رضی الله عنه وقتی این صحنه رو دید گفت واقعا خوشم اومد که تو هم ماجرای اون زن رو خوب فهمیدی، هم قضاوت کردی. پس بر این اساس حالا که اینجوریه من تو رو برای امارتی میفرستم که مثلا فرمانروای فلان منطقه بشی که بتونی در اونجا حکم بکنی. و خب این نکته خیلی جالب بود که به بصره فرستاد ایشون رو، به این کعب اسعدی رو عمر رضی الله عنه. در هر صورت نکته جالبی که در مورد خوله بنت حکیم نقل شده، ایشون دارای فصاحت کلام بود، قدرت شعر بود، کلمات رو خیلی زیبا به کار می‌برد. وقتی همسرش مرده بود کاملا در یک اشعار خیلی زیبا و روشن حکایت میکنه از فوت همسرش عثمان ابن مظعون و اینکه چگونه ایشون فوت کرد و چگونه ایشون بالاخره در غم و اندوه همسرش به سر برد و اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو در بقیع قرقد، یعنی همون قرقد گیاهی هست که در همون قبرستان بقیع سبز میشه و موجود هست اونجا گیاه، سر همین میگن بقیع قرقد، دفن کرد. در هر صورت از فضایل خوله بنت حکیم که من اشاره کردم در مورد حتی اون بحث همسران پیامبر هست که نقل شده، یا اون زن صالحی که نقل شده که ایشون رو برخی از مفسرین میدونن و روایت هایی که نقل شده اون زن صالحه ایشون هست که یعنی حتی ایشون خودش رو پیامبر خدا صلی الله علیه و در اون زمان همسر نداشت، اختلافی بین پیامبر و همسرانش پیش اومد که آیات قرآن در این ارتباط نقل میشه که در هر صورت این مسئله اومده. حتی در مورد بحث جهاد هست که ایشون در میدان جهاد حضور داره کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. حتی میگه رسول الله اگر فلان جا رو مثلا در طائف فتح کردید، من دوست دارم مثلا زیورالات فلان خانوم مثلا از بزرگان اونجا نصیب من بشه. پیامبر میگه خب هنوز ما تصمیم نگرفتیم. میری مثلا پیش عمر میگه یا عمر اینجوری پیامبر گفت، میگه خب پس ما به سمت طائف های حرکت میکنیم یا نمیکنیم؟ اینجا که عمر میری پیش پیامبر میگه که داستان چیه دیگه، حالا پیامبر میگه به ما اجازه داده شده که یعنی از جانب الله رب العالمین که به سمت طائف حرکت بکنیم. این نشون میده که این بزرگواران در میدان جهاد بودن، در زمینه کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودن و خب موارد متعددی که در این مورد نقل شده که دیگه زمان ما اجازه نمیده. در هر صورت خوله بنت حکیم هم از بزرگوارانی بود و بانوان فاضله‌ای بود که در عصر پیامبر در نسل اولیه زندگی کرد و خداوند بهترین ها رو نصیب این بزرگواران کرد. تا روز دیگه، داستان دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.